رهبریت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 10 کارمند فربه را از کار آزاد کرده به 100 نفر دیگر برای خراب شدن مهلت داده است. قبلا رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی گفته بود صف کارمندان این نهاد را از افراد فربه که هنگام عملیات درست حرکت کرده نمیتوانند تازه میکند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 4 می بر رادیو آزادی گفت سنجش قد و وزن کارمندان میلیسا بر اساس سفارش مخصوصی وزیر صورت گرفته است. او گفت اینها نفرانی بودند که در مهلت تعیین شده وزن زیادتی خود را برطرف نکردند. این مسئول وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت فربه شدن کارمندان میلیسا دلیلی به ورزش مشغول نبودن است که این کمبودی کاری حساب می شود. طلبات همه خیلی کی بود همین سری وقت بود و معیار بود طلب باشند و این چی بود اون ادامه خواهد داشت. هیچ از همون باید چوست و چولک بود در جهت جسمانی بردن و بخواد بود باشد که در هر شرایط هر یک وضعیت باید خدای دور کرده تواند و از اجرای وظیفه های خدمتی خود چه از جهت روانی چه از جهت جسمانی باید به پرگی باید برآید. نخستین موردهای برکناری میلیساهای فربه آخر ماه ینور امسال در ولایت سوخت ثبت شده بود. آن وقت مقامات ریاست امور داخلی ولایت سوخت گفته بودند که 3 کارمند نسبتاً کلانسال آنها به دلیل فربه‌ای از کار رفتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا اعلام کرده بود که دروازه قد مرد میلیسا نباید از 168 و خادم زن از 160 سانتی متر پایین باشد و وزن آنها بر اساس طلبات طبی قد انسان باید موافقت کند. برای کار در ساختارهای حفظ حقوق از جمله پلیس معیارهای مخصوص وجود دارد. مثلا اکادمی میلیسای دوران شوروی که طلبات بنیادی قبول به کار آن تا امروز حفظ شده است میگوید هر کارمند میلیسا باید از نظر جسمانی سالم، نوری چشمش تیز باشد و باید از سنجش طبی با موفقیت گذرد. یک طلب دیگری کار در ساختار میلیسای مرد این است که قدش از 168 170 سانتی متر پایین نبوده و وزنش هم تا 75 کیلو باشد.